یه مدت طولانی فقط نگاه میکردم به آدمایی که جلو میرفتن، میساختن، رشد میکردن و من فقط مقایسه میکردم. فکر میکردم دیدن موفقیت بقیه یعنی انگیزه، ولی کم کم شد قضاوت خودم. هر بار یکی جلو میرفت یه تیکه از تن من جا میموند. من از بقیه عقب نیفتاده بودم، از خودم جا مونده بودم. سالها فقط مقایسه کردم، نه رشد. یه روز فهمیدم ذهنم فقط 2 جمله بلده بگه: اون بهتره، تو نه. یه شب خسته از همه چی خودمو تو آینه دیدم. یه آدمی که فقط اندازه بقیه زندگی کرده بود، نه اندازه خودش. اون شب فهمیدم اشتباهم چیه. مقایسه رو با رشد اشتباه گرفته بودم. از اون شب تصمیم گرفتم فقط با دیروزم رقابت کنم. حتی اگه کند باشم، ولی واقعی باشم. دیگه مهم نبود کی از من جلوتره. مهم این بود که دارم جلو میرم. شروع کردم بسازم، نه برای دیده شدن، برای حس دوباره خودم. هر قدم کوچیکی شد یه پیروزی. اون رقابت کم کم شد تمرکز. اون حس سنگینی شد آرامش. دیگه دنبال بهتر بودن از کسی نبودم، فقط دنبال واقعی بودن بودم. حالا میدونم رشد یعنی چی. رشد یعنی یه قدم حتی کوچیک، ولی از خودت، بدون مقایسه، بدون تایید، بدون قضاوت. اشتباه من مقایسه بود، ولی همین اشتباه منو به رشد واقعی رسوند. یه اشتباه قشنگ. و این مسیر من.